من یه نکته‌ای برای این گزارش فصلی که خارج از سامانه ارسال میکنین تو اظهار ارزش بگم. خیلی سوال میکنم ببین الان شما یه خریدی داری، طرف تو مؤدیان نزده برات، خب تو قسمت جزئیات اظهار ارزشت باید بیای در واقع با مشخصات طرف مقابل این رو حالا از طریق ایمپورت اکسل یا به صورت دستی یکی یکی بیا اینا رو وارد کنی، بیا تو اظهار ارزشت قسمت خارج از سامانه بشینی. دیگه این نیاز به گزارش فصلی نداره. اوکی؟ ولی شما هزینه هات و اون مواردی که باید در گزارش فصلی بفرستی مثل خرید دارایی ثابتت، هزینه هات، اونایی که تو آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 به عنوان عدم شمول اومده که هیچی، بقیه رو باید خودت بفرستی تو 169. اینو دوستان در جریان باشن. این خیلی سوال میکنه.